سلام، آیا تجربه کردین وقتی یک اکانت جدید امریکایی در تیک تاک میسازین بعض مشکلات جدید پیدا شده که کسی را فالو کرده نمیتونین یا کسی دیگر شما را فالو کرده نمیتونه، ویدیو آپلود کرده نمیتونین. اگر ویدیو آپلود هم بکنین ویدیوتان چند لحظه بعد خودش اتومات حذف میشه، یا عکس پروفایل میمونین ویدیو آپلود میکنین چند لحظه بعد میبینین که اتومات حذف شده. این مشکلات به خاطر چی میآید و راه حلش چی است؟ راه حلش در این ویدیو کوتاه برایتان راهنمایی میکنم. اما قبل از شما معذرت خواهی میکنم به خاطر که دوره تیک تاک من میخواستم که هفته گذشته تکمیل بکنم، ولی متاسفانه من چکر رفته بودم در یک شهر دیگه، از استانبول 12 ساعت دور است، کاپادوکیا میگه. ما در اونجا ویدیوهای ویلاگینگ هم گرفتیم، میتونین که ویدیوهای مرا از چینل گردشگر افغان تماشا بکنین. خب برمیگردیم سر اصل مطلب که این مشکلات جدید تیک تاک چرا میآید و راه حلش چی است. ببینید دوستای عزیز، از همه اول خود این مشکلات جدید نیست، از سابق بود. وقتی که شما با وی پی ان از کشور امریکا، یوکی، جرمنی، فرانسه یا کره اکانت تازه ساختین، اینجا شرکت تیک تاک فکر میکنه که شما روبوت هستین. تا 24 ساعت راه حلش همی است که تا 24 ساعت اصلا در تیک تاک تان فعالیت نمیکنین، یعنی ویدیو آپلود نمیکنین، عکس پروفایل تان تغییر نمیدین، کسی را فالو نمیکنین. تنها راه حلش اینمی است که اگر میخواین که این مشکلات در تیک تاک شما نبیاید، این اکانت ما را ببینین، افغان آنلاین تیپس. ما برای شما گفتم که اکانت ما رو فالو بکنین، نخیر. ببینین ما با زور ویدیوهای خود اینمی قدر فالوور جمع کردیم فعلا و ما خودتون میفهمین 10 روز میشه که در تفریح رفته بودم، فعالیت هم نکردیم. این حال بعد از این دوباره فعالیت خود را در تیک تاک هم شروع میکنم. ویدیوها هم از دیگر است. اگر میخوایم ویدیوهای دیگر را چگونه میتونیم که استفاده بکنیم، یعنی چگونه از ویدیوهای دیگر استفاده بکنیم که هم ازش درآمد بکنیم و هم کپی رایت هم نبیاید بر ما، اینا را ان شاء الله هفته بعد برایتون آموزش میدم. حالا فقط اینمی مشکلات برایتون راه حلش بگویم. ببینین وقتی اکانت تازه شما ساختین تا 24 ساعت کسی را فالو نمیکنین، ویدیو آپلود نمیکنین، عکس پروفایل نمیمونین، تنها کاری که شما میکنین تا 24 ساعت امی اکانتتون را با وی پی ان روشن میکنین، هر 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد تیک تاک باز میکنین، آیسته آیسته فعالیت میکنین، یعنی ویدیوهای مردم اینجا شما تماشا میکنین، اسکرول میکنین، اینجا هم برایتون نشان میدم. ببینین ویدیوهای مردم میبینین، چند دانه ویدیو را دیدین، مثلا 10 دانه ویدیو را تماشا کردین، از این 10 دانه 2 دانهش لایک میکنین، فالو نمیکنین. ببینین فالو کردین، اینمی مشکلات دوباره در اکانت شما میآید. تا 24 ساعت فقط ویدیوهای مردم تماشا میکنین. وقتی 24 ساعت گذشت و بعد از او شما میتونین که عکس پروفایل بانین و اولین ویدیوتون را از کامره خود تیک تاک آپلود میکنین. از کجا؟ اینجا من برایتون نشان میدم. تیک تاک باز میکنین و بعد از اینجا بالای پلاس کلیک میکنین. اینجا ببینین از شما پرسان میکنه که ویدیو شوت میکنی یا از گالری آپلود میکنی. اولین ویدیو را شما از کامره، اینجا کامره است، ببینین بالای کامره کلیک میکنین و بعد از او این فرق نمیکنه که شما چگونه ویدیو را آپلود میکنین. میتونین که در کوچه براین از کوچه تون مثلا 15 ثانیه ویدیو شوت کنین اینگونه و بعد از او آپلود بکنین. این حال فعالیتتون را شروع کرده میتونین، به خاطر که 24 ساعت از ساخت اکانت شما گذشت و در اینجا شما اولین ویدیو را از کامره تیک تاک آپلود کردین. اینجا تیک تاک این حال فکر میکنه که شما روبوت نیستین، یعنی اگه انسان هستین، اکانت ساختین، این حال میخواین که فعالیت بکنین و در اینجا که است اولین ویدیویی که شما شوت کردین از کوچه، از هر جایی که شوت کردین، ایرا خود تیک تاک اسپانسر میکنه، در فاریو روار میکنه، به خاطر که تیک تاک میخواد که فالوورش زیاد باشه نسبت به یوتیوب و فیسبوک. اینا هر سهش گفتم که رقیب هستن، فعلا با هم دیگه رقابت دارن، هر کدامش میخواد که فالوور ما زیاد شه و از این خاطر اولین ویدیو را از کامره تیک تاک اگر شوت کرده آپلود کردین، این که است تا 1 هفته را در فاریو میباشه ویدیوتون. این گونه فعالیت شما هم خوب میشه، فالوور هم میاد در اکانت شما و بعد از اون میتونین که فعالیت بکنین و هیچ گونه مشکلات در تیک تاک شما نمیاد بعد از این. و منتظر باشید، فقط 2 پارت دیگهش باقی مونده، یکی فعال سازی در موضوع ویدیوهای تیک تاک، دومش وصل کردن حساب پایپل است که اینا را ان شاء الله همین هفته مکمل تکمیل میکنیم و بعد از دوره فیسبوک شروع میکنیم. این بود ویدیو امروزی ما. آرزو دارم ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا ویدیو بعد، خدا نگهدارتان.